اگه دارین این ویدیو رو میبینین یعنی که پروژه استفاده از دیسکارد خمیر ترش موفقیت آمیز. و در ادامه یه مقداری ادویه‌جات و نمک و نصفش رو شوید زدم. ببینیم چی میشه. خب پروژه موفقیت آمیز بود. زیرش هم کنجد زده بودم و خوشمزه است. پر از پروبیوتیک و عالی مفید. فقط وسط پخت درفه رو باز کردم، با کاردک تکه تکش کردیم، یعنی بارشایی روش زدم و شد این بزرگوار. یه تهمزه ترشی داره ولی خب من خوشم میاد از این. یه بوی روستایی اصیل خوبی داره. من خوشم میاد از این. یه بوی روستایی اصیل خوبی داره.